آموزش اول بافت لباس رو دیدیم. حالا قسمت دومش، پایین میشه پایین لباسش. بازم مثل همینا چروک. خب اومدم چه کار کردم؟ داخل ویدیو قبل گفتم اومدم اول چروکا رو با تیرگی مشخص کردم، جای تیره رو میزنم، چروکایی که کم رنگ هستن رو میزنم، همه رو مشخص میکنم، میام سایه میزنم و میام با استفاده از پاکن فرچه‌ای میزنم کنار چروکا. توجه داشته باشید چروکا یه خط نیستن و باید محو بشن. حالا من انجام میدم و شما ببینید. میام این قسمتش تیره است و سعی کنید به دستتون اصلا فشار ندید. حالت محوی داشته باشن. اصلا نمیترسم و تیرگیاشو میزنم. به مدلتون نگاه کنید. اول تیرگی ها رو میزنید، همه رو مشخص میکنید و بعد سایه میزنید. یعنی اینطور بافت لباسی رو یاد بگیرید دیگه تمام بافت لباسا رو مثل آب خوردن میکشید. با توجه به مدلتون سایه میزنید. اول چروک های مهم رو میزنید، تیرگیاش رو میزنید از تیره ترین به کم رنگ. از اینجا دیگه خیلی کم رنگ میشه، از اینجا چروکش خیلی دیگه داره کم رنگ میشه. خوب به دستم نگاه کنید و دقت کنید که دارم چه کار میکنم. دوباره اینم یه چروک دیگه است، اومده تیره شده. حالت محوی باید داشته باشن چون هر چروکی یه خط نیست، سایه افتاده روش و محو شده و هرچی میام جلوتر این خط از اینجا میام، از اینجا به بعد دیگه کم رنگ میشه. حالا این یکی به جهت‌های چروک هم نگاه کنید. هر جهتی که مدلتون رفته رو اجرا کنید. من فقط با این یه قلمو این بافت لباس رو اجرا کردم. با یه قلمو بستگی به سایز مدلتون داره که چه ابعادی دارید کار میکنید. حالا من ابعاد بزرگی 1.5 در 1.25 که دارم اجرا میکنم و برای لباسش از قلمو پارس آرت شماره 16 دارم استفاده میکنم. همونطور که دارید میبینید دارم اینو محو میکنم. حالت لباس توجه، طوری که مدلم رفته منم همونجوری. و باید حالتهای نامنظم داشته باشن. وقتی شما یه خط سرخ بکشید اون مصنوعی دیده میشه و ترسمودی رو شما نمیده. و آروم دارم محوش میکنم.
فوت اضافی که میاد روی کارتونم باید فوتشون کنم. حالا من لایه لایه کار میکنم. سیاه قلم باید لایه لایه کار کنیم، نه در جا بیایید همون قسمت رو تیره کنیم. از تیرگی به کمرنگ کنیم. دوباره این لایه ها تکرار میشه. همین صورت دارید میبینید. محوش میکنم. آخر سرم با یه قلمو ریزتر چروکای ریز رو اجرا میکنم. اینطور که دارید میبینید دارم محوش میکنم رو به بالا، بدون اینکه به مقوام فشار بدم. اصلا نباید به مقواتون فشار. همونطور که میبینید داره حجم میگیره. کمی رو به پایین محو میکنم. و دوباره این رو بالا محوش میکنم. نگاه کنید هر جایی که چروک لباس رو میبینم و محوش میکنم. یواش یواش حجم میگیره و بافت این لباس رو بهتون میده. و خیلی باید به عکس مدلتون نگاه کنید که کاملا شبیه مدلتون باشه. من دارم یواش یواش محوش میکنم به بالا. خب حالا من روی بافت مدلم، لباس مدلم اینطور چروک محو میبینم و هر چروکی که زدم و لایه لایه دوباره برمیگردم عقب و محو شد. خوب به دستم نگاه کنیم. قلم چطور میچرخونم، چطور چروک رو میزنم و چطور محو شد. اینجا یه سایه است و رفته داخل و من همین رو پایین سایه میزنم. لایه لایه دارم کار میکنم و مال مدلم خیلی پررنگ‌تره و شما نباید همین سری اول بیایید سیاهش کنید.
چون یه سایه افتاده رو لباس و باید مرحله مرحله پیش بریم. چون اونجوری حالت مصنوعی رو به شما میده و خشن میشه. همونطور که دارید میبینید روی خطوط مداد رنگی که کار کردن خیلی آروم کار میکنم برای لباسش که اون رنگی قاطی نشه و حتی اون رنگی هم خراب نشه. سعی کنید فشار دستتون رو کنترل کنید. با چطور مهدش میکنم سمت این مهدش میکنم. جای تیرگی مطلق میام یواش یواش اون تیرگی رو میارم لایه لایه کار میکنم و اون تیرگی رو میارم و مهدش. میام سایه دورشو میدم و از قبل این سایه های ریزتر رو مهم و زدم. خوب نگاه کنین از کجا تیره شده، چه چوبکایی پررنگن، همشون رو باید بزنید. دوباره سایه زدم میام چوبکای پررنگ رو میزنم و اینو بدونید که چوبک‌ها همشون مرتب نیستن و نامنظم.
همونطور که اینجا رو دیدید قاطی شده بودن، اومدن بازنده خط زدن و محوش میکنن روی لباس که این دامنش باش قاطی نشه. خیلی آروم کار کنید، دقت کنید و آروم کار کنید که نقص داره. میام دوباره این تیرگی رو ترمیم میکنم. حتی منم دارم به مدلم نگاه کنم، نه یه چروک اضافه میزنم، نه یه دونه کم. حالت نمونه تر حالت نمونه و هم محوش و چروکای پایینش هم میکشم. میام با قلموی بزرگتر، قلموی نرم میام خیلی آروم این تیرگی رو میزنم و تنها فقط تیره نمی کنم، بهش حجم میدم. کار شما فقط تیره کردن و سایه زنی نیست، باید به کارتون حجم.
این شکلش حجم میدیم با این قلموی نرم که میتونید از لوازم آرایشی تهیه کنید. سایه کلی که زدیم میایم دوباره تیرگیاشو شارژ میکنیم. من با توجه به مدلتون اینجا تیره است، میارم حالت نم مرزی داشته باشه، حالت سایه میارم. حالت سایه‌ای میارمش خیلی آروم، چون قلموی نرم خیلی زود پیش میره، کاراتون رو کثیف میکنه، پس باید خیلی 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 آروم میشه. سایه اینجا شو که زدم، میام دوباره با همون قلموی پارسال میزنم داخل پودر تیره و این سایه هایی که داشته رو میزنم و خیلی تیرن و محوشو میکنم به جلو که این لباس حجم پیدا کنه. دوباره میام همین تیرگی رو کوچیکم میزنم. این چوب محو شد. دوباره میام یکم دیگه اینا رو شارژ میکنم.
اینجا رو که زدم یه دست قلمونی روش میارم و میام با استفاده از پاکن فرچه‌ای تون رو باید تیز کنید. یکم که تیزش کردیم یعنی اونقدر تیز نه، یعنی به این صورت میاید کنار چوبوکا، نه خود چوبوکا، کنار چوبوکا به این صورت میزنید، هر جهتی که مدلتون داره. هر جهتی که مدلتون رفته رو میزنید کنار این چوبوکا. کنار این چوبوکا رو به این صورت میزنید. 3 تا حالت برای بافت داریم: کمرنگ، متوسط و روشن. به این صورت شما حالت محلی نگاه در این صورت این پاکن. به مدلم نگاه میکنم و میزنم. حالت محلی نبیام به این صورت اینجوری خط خطی کنم، این اشتباهه. اینو میچرخم. اینجا داره، ببینید حالت محلی میزن، به جهتی که رفته رو نگاه میکنم و میام که این لباس اون جهتش رو حفظ کنم. این حالت محلی داره. جاهایی که روشنن با روشن و جایی که کم رنگن فشار دستم رو میارم پایین تر. مثلا اینجا کنارش روشن، خیلی روشن داره، یکم بیشتر میارمش، فشار نمیدم، بیشتر میارمش روی سطح کار و از اینجا یکم کم رنگ تر شد، خیلی کم رنگ تر میزنمش اینجوری. من اینجا رو محدود به جهتی که مدلم داره توجه میکنم و
و جاهایی که دیدید خیلی روشنه اون بافتش میان پاکن برقی میزنید و پاکن فلتر میارید روش و محوش میکنید. و اینا رو یکم یک دست چوب‌ها نامنظم. این حالت من کوچیک بزرگ همه رو میزنید و عجله نکنید برای تموم شدن کار. و یکم میاید روشنی‌هاشو میزنید، محوش میکنید رو به جلو. و به این صورت یکم روشنایی رو به این صورت. من نمیام همینجوری بلش کنم، دوباره میام یه سایه کلی روش میزنم. و میام دوباره بقیه کنم. روشن میزنم جایی که روشن هستن و یواش یواش محوشو میکنم که یک دست بشه. صورت خوب به دستم نگاه کنید. به این صورت نامنظم میزنم. اینم با توجه به مدل.
این صورت. همینجوری نامنظم میزنم. از جایی که روشن داره میزنید و آروم محوش. اما جایی که روشن هستن و چطور روشن میزنم؟ اینو یکم بیشتر میچرخونم، فشار نمیدم، یکم بیشتر میچرخونم. حالت مخفی میدم. به این صورت بعد میام با استفاده از پاکن خمیری یه سری نورای خیلی نرم و اینجا بهش میگن پاکن خمیری. یکم ورز میریم و نوکش رو یکم ریز میکنیم و روی جاهایی که چوب‌های خیلی محو و نرمی هستن میاد. باعث میشه این کارتون از زمختی که پاکن زدیم، پاکن فیچری رو زدید در چون پاکن خمیری خودش نرمه به راحتی محو میکنه. و تمام میاد. یه دود بازم یه سایه خیلی آروم بهش میزنید به این صورت و تمام. و آموزش بعدی بگید که چی باشه، حالا بافت صورت باشه، سایه باشه، چشم باشه، هرچی که شما بگید من آموزششو میذارم براتون داخل یوتیوب. امیدوارم از این آموزش راضی بوده باشید.